هیفوم صاحب باز یک وزری دیگر شده پیروز گردید و قرار بود امامعلی نورعلی در دور هیفوم صاحب باز یک وزری دیگر شده پیروز گردید و قرار بود امامعلی نورعلی در دور تسلیم. السلام علیکم هموطنان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین صحت سربلند باشین. خب با برادر عزیزمون پهلوان قهرمان پرچم بردار ملت امامعلی نورعلی ورزشگر تاجیک که یک مرتبه یک چند ماه پیش حریف بدبخت کثیف خودش را که از اسرائیل بود مغلوب کرده بود. دویم مرتبه با فکرم دیروز بود که دویم مرتبه او را مغلوب کرد و متاسفانه در یکی از محاربه های آخرش که رقابت میکرد با فکرم که دستش شکست. از خدا تمنا داریم، دعا داریم که تیزتر بهتر خوبتر شود برادر عزیزمان. این پهلوان، این قهرمان، این پرچم بردار ملت نه تنها برای ما ملت تاجیک قهرمان است، بلکه برای تمام مسلمان ها، چون که در بین همو اسرائیلی های کثیف، همو رقیبش کثیف بش طرفداران همو یک بهانه پیش آوردن که گویا امامعلی بعد رقابت گویا که دست خود را برداشته الله اکبر گفته است و با همو حریف خودش دست نفشرده است. همه را بهانه کرده گویا که با او گویا مجازات خواستن از جانب همو کمیته بگیم که ورزش چیزی که نباشد. خب دوستی عزیز، برادر گرامی قهرمان پهلوان برای ما همیشه پهلوانی، چون که نه تنها جسماً بلکه روحاً حریف بدبخت کثیف همو اسرائیلی خود را مغلوب کرده. همیشه برای ما قهرمان و پهلوانی، هم از جهت اونه که جسماً حریف رو مغلوب کرده و هم از طرف دیگر که حتی کثیفای دشمنای دین الله را بینه که حتی با مسلمان ها جرأت میکنن، میگوین که الله اکبر گفت و دست خود را به آسمان برداشت. حتی همین قدر جرأت پیدا کردگان بینه که دیگر نمیگذارن که یک مسلمان خدا را بزرگ گوید و خدا را یگانه بشمارد. خداوند همه چمپیون ها، همه قهرمان های ما را باز هم با قوتتر جسورتر گرداند که پرچم جمهوری تاجیکستان را و پرچم اسلام را در تمام جهان بالا بردارند. خب خداوند یار و مددگارتان. خواستم تبریک بگم برادر با اون غالبیت هایی که نسبت رقیب کثیفش داشت و باز خواستم در یک جایگی دعا کنیم که تیزتر برادر عزیزمان، این چمپیون، این قهرمان تیزتر صحت یابد، باز هم شجاعتر و قوتتر جسورتر به میدان برگردد. خدا نگهبانتون.